بینندگان گرامی، پیشاپیش تمنا داریم تا به بزرگترین روز سال، روز عرفه، به سلامتی و آسودگی برسید و از آن لحظه های بس و پرفیض و ارزشمند بهره‌مند گردید. برادران و خواهران ارجمند، خداوند این عالم را به هستی آورده، قانون افضلیت را در آن جای داده است. یعنی او تعالی بعضی چیزها را در این عالم دارای ویژگی های خاص گردانیده و بعضی دیگر برتری داده است. از این است که شخص بر اشخاص دیگر، مکان بر مکانهای دیگر، شب بر شبهای دیگر و روز بر روزهای دیگر برتری دارد. روز عرفه یعنی روز 9 ذوالحجه، یک روز قبل از عید قربان را گویند که بزرگترین روز سال بوده. عملهای نیک در این روز بغایت اجر فراوان دارند و دعا در این روز مستجاب است. پیامبر گرامی قدر صلی الله علیه و سلم فرمودند: افعلوا الخیر دهرکم و تعرضوا لنفحات رحمت الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. رواه الطبرانی و البیهقی. همیشه کارهای نیک انجام دهید و خویشتن را در روبروی نسیم‌های فارم رحمت خدا قرار دهید، زیرا اینکه بیشک خداوند نسیم‌های فارم رحمت دارد که به هر بنده خواهد از آن نسیم‌ها نصیب می‌گرداند. روایت امام طبرانی و بیهقی. دوستان عزیز، از آن نسیم‌های رحمت و بادهای معطر عنایت 10 روز ذوالحجه است و باز در میان این 10 روز نسیم خوشترین و ساعتهای بزرگترینش ساعتهای به شمار روز عرفه است. روز عرفه بزرگترین، پرفیضترین، مشرفترین روز سال است که هیچ روز در فضیلت و منزلت با آن برابر نیست و هیچ عمل صالح دیگر وقت با عملهای این روز قابل مقایسه نیست. در این روز حاجیان در کوه عرفه ایستاده به ثنا و دعای خداوند مشغول می شوند و رکن از رکنهای حج را که در آن کوه ایستاده دعا و تضرع نمودن است انجام می دهند. و آنگونه که در احادیث آمده است، خداوند نزد ملائک اهل عرفات را تحسین و مدح می گوید. برای کسانی که در حج نباشند، روزه داشتن این روز پربرکت از سنت‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم است. امام مسلم از ابا قتاده رضی الله عنه روایت کردند که مرد از پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره فضیلت روزه عرفه پرسیدند. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: یکفر السنة الماضیة والباقیه. روز عرفه گناه‌های یک سال گذشته و یک سال آینده را محو می‌سازد. عملهایتان مقبول و دعاهایتان مستجاب باد. دوستان عزیز،